قسمت چهارم پاس کردن چالش $5000 رو داریم. خب ببینیم که امروز دوشنبه است، اولین دوشنبه ماه سپتامبر. مارکت این شکلی شروع شده که اسپایک کانال، یه تریدینگ رنج، دوره اسپایک کانال، یه تریدینگ رنج، اسپایک کانال، یه تریدینگ رنج، اسپایک کانال و انتیار. حالا این کفای آخر کانال‌ها بچه‌ها واسه من در برگشت یه پیارز زون واسه من ایجاد می‌کنه که دوره قیمت رو بفرستم بالا. چرا؟ چون میتونه اسپایک کانال که شکل داده شده در مقیاس بزرگتر تریدینگ رنج این اسپایک کانال رو بیاد واسه من بزنه. پس من اینجا وقتی انتیار می‌بینم با قرص‌تر خیلی واردش میشه. حالا انتیار داستانش چی بوده؟ اینکه یه کانال نزولی داشتیم ساعت 16:30 حدوداً از اینجا این زیر تثبیت نشد. اگه این زیر تثبیت میشد من سل می‌گرفتم. این بالا خط منو بریک کرده، الگو رو داده، من با الگو خرید کردم، استاپ هم گذاشتم این زیر، تیپی من تیپی نیمه بچه‌ها. وسط اینا حدودا وسط کنم. ببینید اینجا که من وارد میشم تو ایستگاه بعدی قیمت، یعنی مثلا میشه اینجا میتونم حجم اضافه کنم به معامله. حالا من یه دونه 1% اینجا وارد شدم، 1% $5000، یه دونه نیم درصد اینجا گذاشتم، یه دونه با حجم همین اصلیه که میشه 5% چیز 500 ببخشید این تایید هم میذارم. بیشتر موقع درسته این 500 استاپ میخوره، ولی خیلی وقتا چون دوباره میخواد تریدینگ رنج همین کانال کوچیک رو بزنه، ممکنه که اینجا برگرد نقطه ورود من معامله‌مو ببندم. بچه‌ها اینجا من 1% وارد شدم، تو اینجا من بعد 1% دیگه اضافه می‌کردم. منتها چون بانک هالیدی من دیگه بیشتر از این نمیخوام خودم وارد ریسک کنم. اینم هیستوری معاملاتم باهاتون به اشتراک بذارم. این آخرین معاملاتی که کردیم مال هفته پیش دوشنبه و سه‌شنبه بود، چون هفته آخر بود تارگتش رو زدیم. من می‌ذارم رو آدیس داد این هنوز همون. اینم که بالا امروز هنوز هیچ معامله انجام ندادیم. این هم اطلاعات این معامله است که حالا بریم ببینیم چی میشه. چون این امتیار احساس کنم طول میکشه، حالا تا یا تیپی بخوره یا استاپ بخوره. من ویدیو رو پاز میکنم بقیه‌شو براتون میذارم. خب بچه‌ها معامله‌مون هم تیپیش خورد. دلیل ورود به معامله‌مون هم یه بار دیگه مرور کنیم. آخرین کف کانال نزولی که اون کانال حالا بریک شده باشه رفته باشه بالا، وقتی میخواد بهش برگرده میتونه واسه من یه دونه پی آر زون یا این نقطه خط افقی برگشتی واسه من ایجاد بکنه که چه بس اگه اینجا رو بهشونه بده پایین‌تر برای من تشکیل یه براد چنل میده، یعنی کانال خیلی گشادتر در ادامه روند. و اگرم اینو خب به سمت بالا برای نشون میده که یک تریدینگ در مقیاس بزرگ ما داریم که تریدینگ رنج این کانال رو داره تشکیل بکنم داره همین اتفاق میفته در میدل تریدینگ رنج. برای من چون امروز هم بانک هالیدی جای خوبی برای تصفیه است که بچه‌ها نگاه کنید، هم جایی که ما هم خارج شدیم حالا یک کندل بالاتر بایرای دیگه هم اینجا تصفیه‌اشون رو انجام دادن. بعد حالا این خطر ما داشتیم از روی این خط واسه من امتیار تشکیل داده که اینم باز خودش یه دلالتی داشت برای اینکه من اینجا خریدم و انجام دادم. این هم شده از دلیل ورود به معامله. اینم خود معامله. حالا این ترید هیستوری هم روشنه. اینم معاملات امروز که 4.7 $17 بود شد $21. بعد بچه‌ها بشه $25 که در نیم درصد $50 بشه. ولی خب این 3-4 دلار کم و زیادی‌ها همیشه پیش میاد. دیگه زیاد دنبال اینا نباشید. اینا خودش تا آخر ماه بالانس میشه. مثلا یه معامله الان $4 کمتره، یه معامله $4-5 بیشتر میشه. الانم هیستوری من باهاتون به اشتراک بذارم. بعد حدوداً 2% سود باشین. تقریبا 1.80 90 خورده ای تو سود $91. مخلصم. فردا برام میگم ببینیم.